ماما شينا تعمل التمييز كنو يا افطار يا باص كنو امي سلام دخترم پسرم سلام شالو خوي سلام خوبی؟ قربون خوي سلامتي چیزی خوبی؟ سلامتی؟ سلامتی خوبی؟ سلامتی قربون سلامت خوي سلامت زمان خوبی؟ اه نمیاد خیلی خوبه زمان خوبی؟ اکرام خوبی؟ چی کنی؟ چه خبر؟ مرتضی؟ قربون سلامت اصلا چی کنی؟ اصلا برای تشریف ببر اصلا خوبی بودی؟ سلامتی دنیا باید با ماشین رو بودم بک اما زیده باید برم که نازنین خیلی بوریشو؟ ها داده برم شده دست داره که خاصه تو چه شام باش نه در چند نمیشی قربون ماشین رو زنگ ماشین رو زنگ آخه بچه بوری؟ آیا ماشین ساره چه رومن؟ اه بی خزا شنو نازنین اصلا خوبی اصلا نمیده نازنین مامانی بعد اصلا خودت ببره ببره بای بای کو بای بای کو بای بای نه نه صادرات تو اشتباهی نبود هرچی همین تحت نمیره تا واسه مسلم بیا بولش اما اون چینی میچیده نامش میچیده شو نامش Bye bye, sorry, sorry. Bye bye. اصلا بعد زاوی داری بیاد چه سر اصلا ما سردشون ماشی واسه بنزین نمونی برای شربا درو بشید و خیلی خورمانه بویم خیلی خب نیستیش خورمان ما نیستیمش بدش من چین نشته ولی باید چه میخوام خورمانسی شوه من کرو ها؟ اگان میخوام میشه کمی آن داره
شلوار کتونم شروع خب شروع خونه جای پلاستیک اینا جاوید یا نه پلاستیک بزنی زاوید جیره لپات درم اینا جاوید یا مامان Kuruş yardım et. نه چه رو نمیره Zaten şu an ne yapıyorsun? کلوس چشه؟ Kuru. هدایه کلو کلوشه اونه شویده Kuruşa yardım et. بشی هدایه خورده بشی این نازه چشمی بشی Kuruşa. ماشي ماما يا عم ولا يا طيب نجي هدایه بشی لا صابنا خوتي هدایه کلو کلو هدایه هدایه شما مسلمی ارکانی را ولی نرستی چی نرستی Socher brengt baş bozkri sabahmıyor. وصدي قوم نقرا على وصدي نيارة آره کلوش هدایه باوش یا تحتش میبره وسخمون سر چیزی استعدی تزداد شكلي ها وسيرينا يستنى شو زريني اخمو يتزوجوا بروفي انت مسكيني اه شحال مسكولت خانه ابرات مبرع اتاق عمل چه بخاطر چیسون هیچ که پرستان نمید انا شیخ خانم ابا مواظب به سلام تنها کسی که پرستان خیلی خیلی مواظب من از اتاق من خیلی ترسم Başı çeşm. اکرم خانم حالتون خوبه؟ خدا را شکر به هوش اومدین. من نگران شدم. 2 ساعت تو اتاق عمل بودین. درد دارین؟ اشکال نداره. طبیعیه. اکرم خانم حالتون خوبه؟ اکرم خانم اکرم خانم خوب هستین؟ خوبین؟ درد دارم دکتر میگه نباید چیزی بخورین. خودمون میایم بهت دارو میدیم. درد دارم
بچه ها حالشون خوبه؟ میترسم از چی میترسی اکرم خانم؟ از اینکه خوب نشم. نه دیگه، خوشبختانه به هوش اومدی. آه خیلی شجاعم پاره کردم. شجاعم پاره کردم. برات جانم. ما تو چش پاس کنیم در نهایت چیده به دکتر مرات تو پاسش کنم. اصلا نوت تو برم سر کار. وای وضعیت. مهم سلامتی شماست. نمیتونم اصلا برم. نمیخواد بلند بشی. حالم خیلی بده. حالم اصلا خوب نیست. نباید تکون بخوری، شما تازه عمل کردین. خانه دار تو دست در نکنه. خواهش و یه جوی میکنم. مراقبه میبینی. چون غیر از تو تشنه کسی ناشتم. شیر زن بستم. مراقبه چیه رو. اکرم خانم حالتون خوبه؟ درد دارم. الان دیگه ساعت 9 شبه، باید یه چیزی بخورین. بیا یکم آب میوه بخور. نمیتونم. خودم میذارم دهنت. خیلی درد دارم. آره عملیات خیلی سخت بود. آره شکمم خیلی درد میکنه. اصلا نمیتونم. آی باید بخوری. نمیتونم چیزی بس. نمیتونم. حالم اصلا خوب نیست. بگویم مسجنی بزنه. بگویم مسجنی بزنه دردم رو بشه. باشه الان خبرشون کن. حالم اصلا خوب نیست خانم امپراتور. اکرم خانم میگه دارو بهت نمیدیم، باید خودت یه چیزی بخوری. نمیتونم اصلا نمیتونم چیزی بخورم. یکم خورما بخور. نمیتونم. باید بخوری. نه بخور برات خوبه. نمیتونم. حالم اصلا خوب نیست. آره دیگه تازه عمل کردی. حالم خیلی بده. حالم خیلی بده. اکرم خانم حالتون خوبه؟ درد دارم. خب دیگه سرماتون هم دیگه تموم شدن، باید دیگه سوپ بخوری. بخش چه صندلی میز اینه بیا بالا تخته. خب بس. آی آره درد داری یکم.
دیگه نمیتونم. باید بخوری. نه دیگه. باید به زور بخوری. من دیگه نمیتونم. دست در نکن. نوش جون. سالگی مایه خاصی ذکر نمی‌کنه، گروهش آی مثبته، آی بیشلاک، سفازولینکی و آیدی جنتا تی دی اس، دیکلو تی دی اس داره. تامپان باجان داره که گفته امروز صبح خارج شده، دکتر بیاد ببینه و بعد دیفیکیشنش مثبت بوده و CBCFTS بیو انکرات براش ارسال شده. به زحمت پیگیری جواب بشه. میگم که دکتر این گازا رو در بیار اذیت میشه. دکتر بیادش. دکتر بیاد ببینه اینجوری هیچ کاری نمیکنه. یه نگاه بهت میندازه و میره. بلند شه یکم سرحال. سه نفر مشاور تغذیه دارن که داشتیم بشه، نداشتیم نشه. الان میتونم چرا کنی؟ اکرم خانم حالتون بهتره؟ بد نیستم، درد دارم. خب دیگه مرخص شدین. دیگه من برم کاراتون رو انجام بدم. دکتر مرخصتون کرد و بریم خونه. افراد لباس عوض کنم. اون لباسا برات مناسب نیستن. فعلا با همینا بریم. بسر خیلی درد دارم. آره دیگه شکمتون عمل کردین، درد داره. بذارین کمکتون کنم. سرکتو چه داری؟ کمکت کنم. نه خسته و بیرام بتر چند برا برم. باش. شکمم خیلی دردی کرد. آروم راه بریم. خیلی درد دارم شکمم خیلی. نمیتونم راه برم. بذار استراحت کنم. خانه پراتی بزنن دکمه چه بکنم. آروم آروم. اوه. خیلی درد دارم. اکرم خانم مرخص شدیم. باید بلند شی لباساتو عوض کنی بریم. میتونی بلند شی؟ نه که بچه‌ام کتاب بلنده. بلند شو باید لباساتو عوض کنی. تخته بیا بالا. خب بس. آروم. دستتو به من بده. سرکت ازم. نیترم ششمون دردی که خیلی درد. باید لباساتو بپوشی. اکرم خانم هزینه بیمارستانتم خیلی شد. زن گفتی گویی 5 میلیونه. الانم که خواستم ترخیص کنم بازم خیلی ازم گرفتن. خانم اپراتور خود کمکم کن. یه چند دوباره تخته. خب اکرم خانم شما کم کم برید بیرون آروم تا من وسیله رو جمع کنم دنبالتون بیام. حواستون به خودتون باشه.